سرخط مهمترین خبرها. سازشنامه قبول شد. تاجیکستان هواپیمای بی سرنشین می‌خرد. یک زن راهرو را در دوشنبه 6800 سومانی جریمه کردند و خودداری سفیر تاجیکستان از صحبت درباره قضیه کروکوس. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 است و تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنیم. امروز 17 اپریل سال 2024 است. پارلمان تاجیکستان سازشنامه را با ترکیه قبول کرد که راه را برای خریدن تجهیزات نظامی از جمله به سرنشین‌ها از این کشور باز می‌کند. سازشنامه ماه ایل سال 2023 بین حکومت‌ها امضا شده. جزئیات آن را روز 11 اپریل امسال در مجلس نمایندگان اشکار کردند. وزیر مدافع شیرعلی میرزا هفته گذشته در حضور وکیلان گفت حکومت ترکیه برای خریدن تجهیزات نظامی از جمله دستگاه‌های به سرنشین به دوشنبه 50 میلیون لیره ترکی یا برابر به 1 میلیون دلار جدا می‌کند. به گفته وزیر مدافع با این مبلغ تاجیکستان می‌تواند از کارخانه‌های حربی تکنیکی ترکیه سلاح مهمات جنگی، دستگاه‌های پرواز کننده به سرنشین و دستگاه و تجهیزات حاضر زمان گیرد. توجه به هواپیماهای به سرنشین در تاجیکستان بعد از سال 2022 و زد و خورد مسلحانه در سرحد با قرقیزستان زیاد شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن زمان گفته بود که جانب قرقیزستان به بعضی از منطقه‌های نزد مرزی با درون حمله کرد. قرقیزستان در این باره چیزی نگفت، اما بعد همان مناقشه دعوت‌ها در تاجیکستان برای خریدن هواپیماهای به سرنشین از ترکیه زیاد شد. روسیه در شهر دوشنبه بینای نوی تئاتر مایکوفسکی را می‌سازد. سازشنامه مذکور را روز 11 اپریل مجلس نمایندگان تاجیکستان قبول کرد. منوچهر شریفزاده معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در نزد وکیلان گفت شهردار دوشنبه برای ساختن بینای این تئاتر در کوچه مایکوفسکی 1 هکتار زمین جدا کرده است. با گفته شریفزاده خراجات ساختمان تئاتر را روسیه به عهده گرفته است. معاون وزیر فرهنگ افزود سازشنامه درباره ساختن بینای تئاتر مایکوفسکی برای 15 سال بسته شده است. این مقامدار نگفت که خراجات ساختن بینای تئاتر چقدر است و ساختمانش کی آغاز می شود. تئاتر دراموی روسی به نام مایکوفسکی قبلا در شهر دوشنبه صاحب بینای خود بود، اما سال 2016 آن را تخریب کرده هنرمندان را در بینای تئاتر لاهوتی جای دادند. بینای تخریب شده تئاتر مایکوفسکی از قدیمترین بناهای پایتخت بود و جلسه تأسیس تاجیکستان شوروی سال 1924 در آنجا گذشت. با وجود انتقاد و دعوت‌ها از مقامات این بنا تخریب شد و به جایش بنای حکومت ساختند. دادگاه ناحیه فردوسی یک زن راهرو را برای مانعگی در تحصیل فرزندش 6800 سومانی جریمه کرده است. گلرخسار اسلمزاده معاون رئیس دادگاه در اطلاعیه در هفته‌نامه قانون و جامعه نوشته است فیروزه سینورالدین و 57 ساله دیده و دانسته برای گرفتن معلومات حتمی فرزندش مانعگی کرده است. نظر این زن به قرار دادگاه معلوم نیست، اما در خبر رسمی آمده است دختر او 16 ساله است. نکته ناروشن این است که این زن راهرو تا کجا امکان پرداخت 6800 سومانی جریمه را دارد. زنان راهرو ماهانه بیشتر از 1000 سومانی معاش میگیرند. تا ماه فوریه امسال تحصیل در مکتب‌های تاجیکستان تا صنف 9 حتمی بود، اما بر اساس تغییرات به قانون درباره معارف که پارلمان 2 ماه پیش آن را قبول کرد، اکنون خوانندگان موظفند تا صنف 11 تحصیل کنند. تاجیکستان بر روند تفتیش قضیه کروکوس دخالت نمی کند. در این باره دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در روسیه با خبرنگاران صحبت کرده است. به نوشته خبرگزاری تاس روزنامه‌نگاران از سفیر پرسیدند که آیا تاجیکستان از تفتیش حمله به کروکوس راضی است. سفیر تاجیکستان از پاسخ مشخص به این سوال خودداری کرده گفته است وقتی تفتیشات ادامه دارد ما نمیتوانیم در این باره چیزی به شما بگوییم. خودداری سفیر از پاسخ به سوال در باره در حالی است که 12 اپریل وزیر کارهای خارجه تاجیکستان شکنجه گمانبر شدگان حمله به کروکوس و معرکه تهمت به تاجیکان را در رسانه‌ها تنقید کرد. سراج الدین مهردین در جلسه شورای وزیران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در مینسک گفت در نتیجه یک معرکه راه اندازی شده در رسانه‌ها علیه شهروندان تاجیکستان و تاجیکان تصوری منفی حاصل می شود که این غیر قابل قبول است. مقامات روسیه در رابطه با حمله به کروکوس 10 شهروند تاجیکستان را دستگیر کردند، اما در وقت بازداشت حداقل 4 نفر آنها را سخت شکنجه کردند. این وضع انتقاد از مقامات تاجیکستان را زیاد کرد که برای حمایت شهروندانشان صدا بلند نمی کنند. یک ساکن 31 ساله ناحیه فیض‌آباد از کوه افتیده به هلاکت رسیده است. به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده حادثه 16 اپریل رخ داده است.
منبع میگوید این ساکنین دهه کولابیان ناحیه فیض‌آباد با مقصد جمع‌آوری چوکری به کوه نزد دهه رفت و به ناگاه پایش لغزید و از بلندی 30 متر به زیر سرازیر شد. جسد او را هم دهه‌هایش پیدا کردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده با نشر این خبر بار دیگر از ساکنان درخواست کرده است که در روزهای بارانی برای جمع‌آوری رستنی‌ها و چراندن چاروا به دامن کوه‌ها نروند. تاجیکستان دیگر اسناد تحصیلی شهروندان افغانستان را اعتراف و برابر ارزشی نمی کند. حتی این مشکل دامنگیری ختم کرده های مکتب سامانیان مهاجران و پناهندگان افغانستانی در دوشنبه شده است. شهروندان افغانستان مقیم دوشنبه میگویند که این وضع برای آنها مشکلی های زیاد را به میان آورده است. همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر سیف به دنبال همین موضوع رفتند. برخی از شهروندان افغانستان شکایت دارند که تاجیکستان اتستات و دیپلم‌هایشان را دیگر اعتراف یا برابر ارزشی نمی کند. این مشکل پس از سقوط افغانستان به دست طالبان پیش آمده، حتی دامنگیری ختم کرده های مکتب سامانیان پناهندگان و مهاجرین افغانستان در دوشنبه نیز گشته است. اینا گفت که نه، ما برابر ارزشی به این خاطر نکردیم که 3 سال است که افغانستان سقوط کرده دست طالباست، ما همراهشان هم صحبت نیستیم، در تماس نیستیم، رابطه نداریم قطعشان. باز من گفتم جزایی را خب فرزندای ما نبیند. مکتب به رسمیت تاجیکستان میشناسه، فعلا سفارتمون کار کرده رئیس. این مادر میگوید فرزندش ختم کرده مکتب سامانیان است و بنا به سهمیه جانب تاجیکستان دانشجوی دانشگاه طبی ختلان در دنقره شد. حالا مسئولان دانشگاه به علت برابر ارزشی نداشتن اتستاتش تصمیم دارند فرزند او را از دانشگاه بیرون کنند. اما بخشی خارجیشان که است رستم نظرов به من زنگ میزنه دیگه ما یک مادر هستیم دیگه تحمل کردن نمیتونم. اسنادشان میگه چیز اصلی نیست، تصدیق خود افغانستان معرفش نیست، باید تصدیق خود افغانستان باشه. نفتم افغانستان سقوط کرده دیگه طالباست، ما نمیتونیم قدشان رابطه ندارن، طالبا را به رسمیت دولت تاجیکستان قبول نکرده، نشناخته، چه رقم میشه؟ شناخت ارزش برابر حجت‌های تحصیل شهروندان خارجی در اختیار اگنتی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان در امور نظارت در ساحه معارف و علم است. تا این رسمیات اجرا نشود کس حق تحصیل در دانشگاه‌ها را پیدا نمی‌کند. این نهاد در یک پاسخ خطی به رد آزادی با تکیه به بند 20 ماده 20 قانون درباره معارف گفت که حجت‌های درجه تحصیلات دیگر دولت‌ها به شرط اعتراف می‌گردند که اگر آنها را شرطنامه‌های بین‌المللی پیش بینی نموده باشند یا آن دولت‌ها با جمهوری تاجیکستان شرطنامه یا سازشنامه دخلدار داشته باشند. هرچند این نهاد در پاسخش به طور روشن نگفته است که با حکومت نو افغانستان سازشنامه دخلدار نداریم، اما اقرار شده است که اسناد شهروندان افغانستان را اعتراف نمی کند. از این لحاظ عین زمان طبق طلبات قانون و ترتیب بالاذکر حجت‌های نمونه دولتی درباره تحصیلات ختم کنندگان مکتب سامانیان در شهر دوشنبه که در اساس برنامه تعلیمی جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت می نماید اعتراف یا برابر ارزش کرده نمی شوند. به نظر می رسد که تاجیکستان با حکومت پیشین افغانستان در این باره سازش داشت. حالا تا با طالبان چنین قرارداد امضا نشود چیزی تغییر نخواهد یافت. این در حالی است که تاجیکستان حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد. تلاش های ما برای به دست آوردن نظری اتشه معرفی سفارت افغانستان در دوشنبه نتیجه نداد. اما چند پیشتر سفیر افغانستان در تاجیکستان محمد ظاهر اکبر در رسم بازگشایی مکتب سامانیان به رادیو آزادی گفته بود در این زمینه مشکلی نیست. ما فکر میکنم که یک شایعات است. اول شما میبینید که یگانه کشوری که در روز اول در دفاع از مردمان سرزمین ما قرار گرفته دولت تاجیکستان بوده. اسنادی را که اینا فارغ التحصیل میشن تا بالا به همچون یک مشکلی ما بر نخوردیم. اما آنهایی که به این مشکل گرفتار شدند میگویند از آغاز سال اگنتی نظارت در ساحه معارف از اعتراف اسناد آنها خودداری میکند و احتمالاً منتظر امضا شدن قرارداد با طالبان است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در بریتانیا کشیدن سیگار برای نورسان تا 15 ساله را پررم منع کردند. پیشنهاد نخست وزیر این کشور ریشی سوناک را اکثر وکیلان پارلمان بریتانیا طرفداری کردند، هرچند مخالفان این طرح هم کم نبودند. 383 وکیل با طرفداری از منع سیگارکشی برای کودکان تا 15 ساله رأی داده، 67 نفر مقابل برآمدند. مخالفان لایحه از جمله نخست وزیر سابق باریس جانسون گفتند دولت نباید به حیات شخصی شهروندان دخالت کند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 اپریل را فرا میگیرد. از سال 2005 این جانب هر شنبه 3 ماه اپریل در دوشنبه روز پایتخت کشور جشن گرفته می شود. با اینکه تاریخ پایتخت تاجیکستان اعلان شدن دوشنبه 14 اکتبر سال 1924 می باشد، عید پایتخت بیشتر به خاطر تشکیل معرکه و آزمون‌های فرهنگی و جمعیتی مثل محله بهترین، ماراتون دو، مکتب سال و غیره تأسیس شده است. 17 اپریل سال 2000 نخستین جلسه مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد که پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان به حساب می رود. رهبر مجلس آن زمان محمد سعید عبیدالله‌اف از روی قانون دومین شخص در حکومت تاجیکستان به حساب می رفت. 20 سال بعدش 17 اپریل سال 2020 رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رئیس مجلس ملی انتخاب شد. حکومت تاجیکستان را مخالفان و مناقضانش برای موردهای خیشوتباری یک حکومت خیشوتباری خودکام مینامند. 17 اپریل سال 1923 تاریخ شناس بوریس لیتوینسکی تولد شد که 87 سال عمر دید و با آموزش تاریخ و حفریات تاجیکان و دیگر مردم آسیای مرکزی معروف شد. لیتوینسکی که با دعوت شخصی باباجان غفورов رهبر تاجیکستان شوروی به دوشنبه به کار رفت، مکتب آرکئولوژی یا باستان شناسی تاجیک را تأسیس داد و در کشف نشانه‌های مدنیت تاجیکان از زمان استیلای اسکندر مقدونی نقش داشت. مؤلف اولین کتاب‌های تاریخ تاجیکان برای مکتب‌های میانه میباشد. یک سخن او که گویا به جای باباجان غفورov تاجیکان را نوشته است ماجراانگیز شد و چندین دانشمند تاجیک ثابت کردند که حق به جانب نیست. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 114-116 سامانی برابر است. $100 آمریکایی باشد تا 1088 سامانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. اگر خبر یا نظری داره لطفاً در زیر برنامه نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.